چرا امروز دنیا برای ما یکم تلخ شده؟ چون ما بر خواسته های خودمون، تجویز خودمون، تشخیص خودمون اصرار نابجا داریم و فکر میکنیم خیر مطلق اون چیزیه که خودم برای خودم تشخیص میدم. نه خیر، خیر مطلق اون چیزیه که الله برای من تشخیص میده، حتی اگه اون تلخه، حتی اگه اون سخته، حتی اگر اون برای من یه خورده ناگوار جلوه میکنه، اون خیر مطلقه، چه از طرف الله من. میگه حاج عبدالله مهاجر مکی این صحبت رو داشت میکرد، اینو باز میکرد این مبحث رو. یکی آمد گفت که حضرت سخت مریضم، بی پولم، برای من دعا کنید الله این مصیبت رو، این مرض رو، این فقر رو از من دور کنه. چند تا از شاگردان متعلقین بودن، گفتم خب حالا میخواد چیکار کنه استاد اینجا؟ از اون موقع میگفت هر چی از جانب الله میاد چیه؟ خیر مطلقه. حتی همین مریضی، حتی همین فقرم خیر مطلق. الان استاد میخواد چیکار کنه؟ خب این اگه خیر مطلقه چطور میخواد دعا کنه؟ بعد استاد گفتم خیر، خب من دعا میکنم شما آمین بگید. دستاشو دراز کردن، گفتم خدایا این مریضی از طرف تو آمده و الا ما در مقابل خواست تو و مشیت تو تسلیمیم و الا ما میدونیم که در این مریضی هم اگرچه تلخه، اگرچه سخته، خیر ما در او هست، ما بدونیم یا ندونیم. اما الله ما ضعیفیم، ما عاجزیم و تو دعای عافیت رو دوست داری. خدایا خیر مریضی رو به خیر صحت و سلامت بدل بفرما، چون ما عاجزیم. برحمتک یا